در مرکز خوجند افلاک‌نما یا پلانتاری که یگانه در تاجیکستان است ویران می شود. به جای آن ایستگاه ماشین، بنای استقامتی و مرکز سودا می سازند. پاسبان افلاک‌نما سالیبای شاکرов که ما را همراهی می کرد 8 سال در اینجا کار کرده است. از خراب شدن پلانتاری ناراحت است ولی نخواست نزد میکروفون صحبت کند. این افلاک‌نما نزدیکی 40 سال یگانه جایی بود که هر روز 10 نفر برای تماشای حرکت زمین و ماه و 8 سیاره دیگر در گرد آفتاب، گل ستاره‌ها و راه کهکشان می آمدند. همچنین در اینجا عالمان و دانشمندان برای طلبه‌ها و دانشجویان و شوقمندان درباره کیهان تحقیق و کشف اسرار آن معروضه‌ها ارائه می‌کردند. افلاک‌نما یا پلانتاری در مرکز شهر خوجند نزدیک به بازار پنجشنبه و کنار مسجد شیخ مصلح الدین سال 1980 ساخته شده است. شهرداری خوجند زمینی نزد این مرکز و تالار ورزشی جشنی کنار آن را در اختیار صاحبکار انفرادی گذاشته است. در آنجا ایستگاه 5 آشیانه برای 2000 ماشین، مرکزی سودا و بناهای بسیار طبقه بنیاد خواهد شد. شهرداری خوجند پلانتاری را به یک انشاءاتی مکتب رقم 10 واقع در محله 32 خوجند کش داده است. محیدین قاسموف مدیر پلانتاری میگوید ولی جای نو تالار اساسی فلک‌نما را که توسط آن پای قدم ساکنان از این مرکز معرفتی کنده نبود ندارد. پیشتر اول با اون خاطر می آمدن که یک آسمانی ستاره‌زار رو بریم کده. عصبه اون که ما آسمان ستاره‌زاری و لکسی‌های علمی رو نمایش میدادیم، حالا اون که آسمان ستاره‌زار نمایش داده نمیتوانیم، موقتا ما با نقش شروع علمی با یک جایگاه ماموریت پلانتاری به همین خلاصه آمدیم که نمایش‌های علمی رو در محل‌ها تطبیق نماییم. برخی ها از پلانتاری را ویران کردن و کش دادن آن از مرکز به محله کنارتر شهر و به اختیار صاحبکار گذاشتن زمین آن تأسف می‌خوانند. البته این باعث خیلی افسوس است که یک بنای قدیمی یک جایی که به مردم غذای معنوی میداد، یک جایی که یک جلب ذوقمندان و دانندگان علم‌های شیمی و فیزیک و متماتیک بود. برای تقویت بخشیدن علم آسمانی معلمان بخصوص اینجا بسیار مساعدت میکرد. مقامات وعده دادند که در چهارباغ دوستی خلق‌ها واقع در محله 32 شهر خوجند پلانتاری بنیاد خواهد شد. ساختمان پلانتاری در همینجا آغاز می‌یابد، لیکن همینجا از همین بالا تا پایان مرکزی فرهنگی علمی ابو محمد خوجند میشد، لیکن این گنبد پلانتاری، کنفرانس زال یعنی تالاری مجلسی و آثارخانه ابو محمد خوجند در همین منطقه باید که ساخته شود. بنیاد افلاک‌نمای جدید همین سال یا سال آینده آغاز خواهد شد. تا آن وقت هواداران جرم‌های آسمانی را از تصویرها می‌توانند مشاهده نمایند که به هیچ وجه کیفیت نظارت در افلاک‌نما را عوض نمی‌کنند.